با سلام خدمت شما، سلام مجدد. ممنون که تصمیم گرفتید این ویدیوی سوم رو هم نگاه کنید. خب ما همون ویدیوی دوم رو ادامه میدیم با یک تکرار. اون تکرارمون هم این میشه که این عکس رو که وایت بالانس خوبی نداشت، وایت بالانسش رو دوباره تنظیم کنیم. همونطور که یادتون باشه من از آتو استفاده کردم، میتونم این کارم نکنم، میتونم درست برم تمپریچرش رو بیارمش روی حدود 8800 کلوین. خیلی خوب. این الان وایت بالانس ما شده. این تینت رو هم من زیاد تغییر نمیدم، همون آتو رو نگه میدارم. تینت رنگ رو بی نهایت تغییر میده. میتونیم یه خورده عقب جلوش بکنم ببینیم چجوری. الان ما پلاس 8 داریم، مثبت 8. یه مقدار زیاد بشه ببینید رنگ رو خیلی چیز میکنه، یعنی این بالانس رنگ رو تغییر میده و اینها. من روی همون 8 نگهش میدارم. خب مشکل بزرگی تری که داریم، یعنی مشکل دیگری که داریم، مسئله اینه که در این قسمت ما یک سایه خیلی بزرگ داریم که هیچ جزئیاتی درش دیده نمیشه. خب این بالا رو اگه نگاه بکنیم، هیستوگرام رو، هیستوگرام من الان اینجا به من میگه که تو یک عکسی داری که توش نور هست و سایه هست ولی تنظیم نیست. یعنی چی؟ یعنی من احتیاج ندارم به این عکس نور بیشتری بدم. این عکس آندر اکسپوز نیست. ما یه همچین عکس آندر اکسپوز اگه داشته باشیم میشد این آندر اکسپوزه یا عکس کم نوره. اوور اکسپوز هم نیست. این میشه عکس اوور اکسپوز من. اوکی؟ که ببینید با همین اهرامی که من تغییر میدم چقدر این هیستوگرام تغییر میکنه. هیستوگرامی که به سمت به یک سمت هستش، یا آندر اکسپوز یا اوور اکسپوز. خب من الان اینو پس میتونم برش گردونم سر جای اولش. برای برگردوندن هر اهرم به جای اولش روش نگه میداریم، این فلش رو روش نگه میداریم، یه دابل کلیک بکنیم برمیگرده سر جاش. خب پس من مشکلم این نیست، ولی من همچنان این مشکل رو دارم که یک قسمتی از این پر از سایه و تاریکیه. برای رفع این سایه و تاریکی اهرم شادوز رو استفاده میکنم. این اهرم توی CS5 فیل لایت اسمشه، فیل لایت یا شادوز. من شادوز رو باز میکنم، به سمت مثبت میکشم تا جایی که به من دیتیلی که یعنی جزئیات کافی رو در جنگل به من بده، یا در اون درختانی که اینجا داشتم. اوکی؟ تا 70 هم من بردمش. فکر میکنم 70 برای من الان کافیه. چون خیلی زیاد بکنم دیگه خیلی روشن میشه. شاید مثلا حتی 80 هم خوب باشه. آره 80 خوب. اوکی. نگاه کردیم دیدیم که ببینید این اول بود و همینطور من سایه ها رو کمتر و کمتر کردم تا اینکه جزئیات رو در این قسمت عکس برگردوندم. اگر نگاه بکنید اینجا میبینید که نمودار من هم یک مقداری بهتر شده، یه مقداری چیز بهتری من به نمودارم دادم، یک بالانس بهتری پیدا کرده. اما خب من یه مقدار زیادی من اولا خب از اون عکاسایی هستم که ابر زیاد دوست دارم. من میخوام یه مقداری توی این ابرا اینو من برگردوندمش. کار بدی کردم که این رو نگه داشتم، نباید این کارو میکردم. خب من اینو برگردوندمش سر جای
اوکی، با آتو و حدود 8000 و اوکی، شادومونم درست. حالا کاری که من میخوام بکنم اینه که یه مقدار جزئیات رو به ابرها برگردونم. برای این کار میتونم کنتراست رو یه مقدار بالا ببرم که این کار باید البته بکنم. کنتراست رو بالا میبرم، میذارمش روی 35 خوبه، ولی باز هم زیاد به من جزئیات رو توی ابرها و تو آسمون به من نداده. ببینید جزئیاتی وجود داره که من این جزئیات رو باید پس بگیرم و این کار رو میتونم بکنم به خاطر اینکه با راو عکس برداری کردم. برای این کار از دکمه این اهرم هایلایت استفاده میکنم. هایلایت قسمت های تیره رو تیره تر میکنه، روشن روشن تر میکنه. حالا من اینو به سمت تیره تر کردن میچرخونم. اگه این طرف برم که خب خیلی روشن میشه، تمام جزئیات از دست میدم. به سمت تیره تر کردن میکشم و اگه دقت کنید در این قسمت ابرهام جزئیاتشون رو برگردوندم بهشون و من میتونم بگم که الان از این عکس نسبتا راضی هستم. خب ابرای این بالا همینطوری بودن، ابرا تیره بودن و اون قسمت هم یک خورشید کم رمقی وجود داشت، ولی به هر حال یک صحنه به هر حال از یکی از دریاچه‌های استکهلم که یک روز خاکستری نوامبره. من یه مقدار میتونم کلاریتی رو بالا ببرم برای اینکه شفافیت این عکس بیشتر بشه. در همین جا من میتونم عکس رو سیاه‌سفید بکنم اگه دلم خواست. سچوریشن رو اگه ببرم تا آخر این عکس سیاه‌سفید میشه. اگر این طرف ببرم این عکس رنگای خیلی غیر واقعی به خودش میگیره. الان برش میگردونم سر جاش. همینطور وایبرنس یه مقدار رنگ ها رو میتونم بگم حتی دلپذیرترم شاید بشه گفت میکنه، برای اینکه یه خورده این جزئیاتی که ما به رنگا دادیم یه خورده چیزه. من میتونم حتی مثلا این وایبرنس یه خورده به سمت مثبت نگه دارم تا یک مقدار روز رو دلپذیرتر و حتی گرمتر بکنم با این کار. جای دیگه که میتونم این عکس رو تغییر رنگ بدم توی چیزه این قسمت بالا رو اگه نگاه کنید بیسیک دارم، کروز دارم، نمودارها هستش، دیتیل و HSL یا گری سکیل. اون اگه بزنم و این صفحه جدیدی که باز میشه یک قسمت این بالا داره Convert to Grayscale. اگه بزنم یک کلیک اینجا داشته باشیم به هم رنگ رو میگیره و یک عکس سیاه‌سفید تحویلم میده. الان من عکس رو نمیخوام سیاه‌سفید کنم، ولی اینجا من میتونم مثلا زردی این عکس رو بیشترش کنم اگه خواستم یا کمترش کنم. میتونم نارنجی عکس رو بیشتر کنم یا کمتر کنم، کلا نارنجی رو ازش بگیرم، یا مثلا یه خورده عکس رو سبزی بهش بدم. آکوا میتونم یه خورده، حتی ما اینجا رنگ آکوا نداریم، یه مقداری رنگ بلو داریم، ولی آبی من یه خورده خاکستریه.
به هر حال این رنگ ها رو میتونیم یه مقداری دستکاری کنیم اینجا. من البته اینجا الان سچوریشن هستم، بعد میتونه لومیننس باشه که همینطور میبینید رنگا رو مثلا میتونید یه مقدار شفافیت بهشون بدیم به این شکل. بلو رو یه مقدار شفافیت بهش بدم یا کلن از بین ببرم. اوکی، من الان از این عکس راضی هستم، نسبتا فکر میکنم کار خوبی باش شده. حالا من همچنان یه عکس راو دارم، یک عکس خام دارم. برای اینکه اینو بتونم ضبطش بکنم، اینو به شکل یک جپگ در بیارم که بتونیم روی فیسبوک بذاریم یا روی وبسایتمون بذاریم یا اینکه بتونیم اصلا بدیم دست مشتری، به خاطر اینکه مشتری که راه رو نمیتونه کاریش بکنه، چاپش بکنه یا هر کاری میخواد بکنه، ما خودمون هم نمیتونیم راه رو چاپ بکنیم. پس اینو باید ما به شکل JPEG سیوش بکنیم. برای سیو کردن به شکل JPEG اینجا این صفحه‌ای که الان دارم Open Image رو میزنم که بعد این میاد توی فتوشاپ اصلی باز میشه. این صفحه فتوشاپ اصلی ماست. الان این عکس رو من میتونم سیوش کنم. سیو میکنم به شکل JPEG. برای این کار میریم روی فایل، Save or Save As. هر کدومش رو بخواین میتونین الان انتخاب کنید. چون ما اینو هیچ وقت تا حالا سیوش نکردیم، سیو رو میتونیم بزنیم. اگر نمیتونستیم سیو ازم بزنیم. فرقشون اینه که اگه من بعدن روی این کار یک کار جدیدی انجام بدم، دیگه اگه سیو رو بزنم مستقیم روی همون ضبط میشه. الان من سیو رو که میزنم برای من یک آلترناتیو باز میشه که خب حالا کجا میخوای نگهش داری و توی همون فولدر که دارم میتونم اینو ضبطش کنم. این پایین بهت آلترناتیو میده که کدوم فرمات رو میخوای ضبط کنی، با کدوم فرمات میخوای ضبط کنی. معمولا ما JPEG میگیریم که بتونیم برای لابراتوار بفرستیم برای پرینت، یا اینکه مثلا ماشینای پرینتی که خودمون تو خونه داریم احیانا داشته باشیم. من خودم ماشین پرینت احتیاج ندارم بهش، چون اینا رو معمولا بزرگ میکنم و برای لابراتوار میفرستم. به این شکل مثلا میتونیم چیز بکنیم. JPEG بهترین آلترناتیویه که معمولا تمام لابراتوارا باش کار میکنن، یا اینکه به درد چیز هم میخوره، به درد فیسبوک میخوره، به درد وبسایت و اینا میخوره. تمام این عکسایی که این طرف اون طرف میبینیم خب همش JPEG هستش. اوکی، پس من JPEG اینو ضبطش میکنم یا سیوش میکنم. اینجا به هم یک چیز میده، میگه که مثلا یعنی یک صفحه‌ای که باز میشه از این میخواد تعیین بکنم که چه سایزی و با چه کوالیتی میخوام عکسمو نگه دارم. سایز کوچیک و کوالیتی پایین، یا سایز متوسط و کوالیتی متوسط، یا سایز بالا و کوالیتی بالا. کوالیتی بالا 11.4 مگابایت، کوالیتی پایین حدود 600 کیلوبایت. فرقشون خیلی زیاده و برای ما که میخوایم مثلا به هر حال دائما باید اینها رو ضبط بکنیم و اینها، باید اینو دقت بکنیم که کجا میخوایم اینو نگه داریم و به هر حال جا میگیره، توی کامپیوتر جا میگیره، حتی اگه توی هارد دیسکای جداگانه داشته باشیم که حتما هممون باید دیگه داشته باشیم، برای اینکه خب هارد
کامپیوتر خیلی زود پر میشه. اینو مثلا الان اگه من روی یه همچین سایزی ضبطش بکنم کافیه برای اینکه توی مثلا فیسبوک یا اینکه توی هوم پیج خودم بخوام داشته باشم. پس اوکی رو میزنم و این ضبط میشه. خب ما اینجا الان یه عکس رو درستش کردیم، به هر حال رتوشش کردیم. از الان من عکس رو بیسیکش رو برای شما باز میکنم. این عکس بیسیکمون بوده. این عکس بیسیکمون بوده و اوکی و این عکسی هستش که بعد از کار کردن باهاش، بعد از رتوش و ادیتش به دست آوردیم. ممنون که این 3 ویدیو رو گوش کردین. امیدوارم به هر حال به یه کاریتون بخوره، به دردتون بخوره. حتما خیلی از شما خیلی از این چیزا رو میدونین. امیدوارم برای همه به هر حال یک چیزی داشته باشه. و یک نکته کوچیکی هم که به اطلاعات هر کدوممون اضافه شده باشه من خوشحال میشم. مرسی که توجه کردید.